سلام دوستای عزیز، خوش آمدید در چینل لیدیز لین. خدا کنه تمام شما جور صحتمند باشین. دوستای عزیز، بخش آخری ویدیوهای قبلی از شکیلا جان، کالاهای شکیلا جان میگنین. خدا کنه کالاها بازم خوشیمنده شه و این ویدیو که ما آوردم لباسای بسیار بسیار عالی، یعنی از دیگه‌ایش هم خوب شد بود، اما ایشی بهترین ایشی را بگیم، یا چون ما خوشمنده بهترین ها رو میگیم. البته این کالایشی رنگ تیلی ما بسیار زیاد خوشیم بیه و این زیاد خوب شونده. کاری دستم است، پیش خنچی شیشه کاریشی، رنگشی، دامنشی بسیار زیاد خوب شونده. ما خوب بسیار خوشمنده پیش خنچی دستیم. خدا کنه شکیلا جانم خوش باید. و لباسی بعدی از ما لباس سفید، با لباس سفیدی تاپایی، البته دیسکوگی است لیکن تاپاییه و بله رختی کریب دبل، چون رخچی سفیده و باید نازک نباشه. رخچی دبل گرفتیم و بسیار زیاد خوب شیه، بسیار طرفدارم دارن و شما مگه خواستین میتونین سفارش بدین. لباسایی که دوست داشتین را بپوشین، خصوصا کسایی که در خارجن باید هیچ وقت درمان دل نیله که ما یک کالا خوشی باید اما اور نخره. باز شما کوشش کن که کسایی که اینجا هستین هم درست دنیای، پس خوب بپوشین، خوب بگردین و زندگی خود لذت ببرین. خب دوستای عزیز، لباسای از ما آماده شدم، ایش هم برای پیکینگ آماده منیم و امروز در آخر ویدیو پست که دانشیرم شما نشان میدیم که بخیر در استرالیا رای کدیم ما. و چون رای کدیم مگیم، یعنی که ما از اول ویدیو هم شما رو گفتم، ویدیو بعد از یکی در صاحب خال رسیده ما منتشر کدم، شیر کدم برایشیم. از او خاطر کسته مگیم که کالاها آلردی بلده مشتری عزیز از ما رسیده و این کالام آماده میشم. البته این آخر ویدیو نیم، ما این دو جور رشتان آماده کردیم. لباس های دیگه هم هستم که شما را نشان میدیم، دو دنه کالای دیگه هم هستم. باش ما اولش برایشیم پیکینگ کنم. دو لباس دیگه از ما ازش کدام خوب شیل، باز شما بگین که کدام شی خوش دارین زیادتر. و این نوبت ازش هم رسید. دوستای عزیز، رنگی خینه‌ای، رنگ رخچ پاکیزه خینه‌ای و یخنچم دیسکوگیه و چادرشم از رنگی کوکشیه. کالا رو مکمل شما نشان میدیم، پشت سرش هم نشان میدیم، ماستنایش هم نشان میدیم و یم دامنچی، پشت سرشی، آستینایشی و یم چادرشی و پیشی خنچی. کم زوم منم برایشیم. ایم از کالای مکملی خینه‌ای و رنگ بعدی رنگی آبی که زیاد شاده و زیاد دلواز، رنگی دلوازه و کالا خوبیش ایه که علاوه بر اینکه دیسکوگیه رخت زیاده، اما استنایش براختر از کالای دیگه ده، از خینه‌ای ده و از تلیک ده هم دامنج براختره و دراستره. ایرم یا خنچم شما نشان میدیم، شیشه کاریش هم در دو رنگ شده، رنگ سفید و آبی. یا از دامنچی، چادرش هم سفید آشاله، چادرش هم جیفونه و اینی هم پیش خنچی، شیشه کاری پیش خنچی با دو رنگ. و هر دویش را برای پیکینگ آماده مونیم. دوستای عزیز، بازم ما شما تشکری منم از حمایتایشیم، واقعا بسیار زیاد تشکری منم از یک ویدیو را سیل منین تا آخرشی و حمایت منین مورا با یک لایک، با یک کامنت، با نظرات از خودتون خوب مورا واقعا بسیار انرژی میدین و حمایت منین. بازم حمایت های خیلی ادامه بدین، با دوستای اشتراک بدین تا پیج از مون پیشرفت کنه و بتونیم که کالاهایی که شما میخواین جور کنیم و برایشیم رای کنیم.
بازم میگیم در هر جایی که باشین میتونین هر جایی که امکان داشت ما برایشیم ارسال مونیم به زودترین وقت به مناسب ترین قیمت برای تمام مشتری خو ما مهیا مونیم و لباس آماده مونیم. خب دوستای عزیز، این بود از کالاها، از تمام کالاها رو ما در اینجا شما نشان میدیم که امروز ما برای پیکینگ مبریم. شالای ماشینی، دسکوگی، سورای پاکستانی، کالاهای تاپایی، تمام شیره در این ویدیو میبینین و ما آماده پست مونیم. و در این ویدیو گفتم که آخری شما را مرحله پست هم نشان میدیم. بازم دو دامنه کالای پاکیزه سفید تمام شما دو پست خانه آمادیم و اینجا اول چک مونه کالاها را، بعد از او وزن مونه و لباس ها را. و برای از شکیلا جان بسیار زیاد تشکری مونیم که پیج از مور انتخاب کرد و لباس ها را از مو سفارش داد. بازم منتظر سفارشات چی هستیم و خدا نخوشی بایم و شما که حمایت مونین بسیار زیاد تشکری مونیم که ویدیو را تا آخر بیننده بودین. ویدیوی از مو دمینجی خلاص شده و سفارشات شکیلا جانم خلاص شده اینجی از این دورشی و بازم منتظر ویدیوهای جدید از مو باشین و اگر جدیدین سابسکرایب حتما کنین. تا ویدیوهای بعدی خدایا رو نگه داشتیم. خداحافظ.